سلام، خوش اومدیم به ریحان ولنس استودیو. الان توی اپیزود 9 هستیم. اگه خاطرتون باشه توی اپیزود قبلی در مورد فومو یا ترس از دست دادن صحبت کردیم. این اپیزود در مورد جومو Joy of Missing Out یا لذت از دست دادن هستش. بذاریم با این مثال خیلی ساده واسهتون شروع کنم. من پارسال یه مدتی همه تلاشمو میکردم که توی همایش‌ها، کلاس‌ها، دوره‌های بیزینسی و ایونت‌ها شرکت کنم. این کار باعث شد بعد از یه مدتی یه اضطراب و یه خستگی و یه فرسودگی ذهنی برام به همراه بیاره که حتی دیگه باعث شده بود اون کلاسایی هم که آموزش میرفتم یا چیزایی که یاد میگرفتم و دیگه نمیتونستم حتی توی بیزینسم هم اجراشون بکنم. تصمیم گرفتم که فقط اون کلاسی رو که واقعا بهش احتیاج دارم الان و توی این زمان همون رو انتخاب کنم و ادامه بدم و به همه کلاس ها، دوره ها، ایونت ها و همایش های دیگه نه بگم. این کار رو امتحان کردم و خب ما بینش خیلی وسوسه انگیز بود واسم. حتی پیشنهادات خوبی که می اومد هی به خودم میگفتم برم نرم خوبه، ولی چون با خودم این تصمیم رو گرفته بودم هر اتفاقی که میافتاد یا هر پیشنهادی که میشد بهم بلافاصله نمیگفتم. حتی چند سال پیش ایلان ماسک که دیگه همتون هم میشناسینش توی یکی از سخنرانیاش گفت I say no to almost everything، یعنی من به همه چیز نمیگم. میبینین حتی موفق ترین آدم دنیا هم خیلی وقتا به خیلی چیزها و فرصتها نمیگن به خاطر اینکه بتونن اون انرژی، تمرکز و آرامششون رو واسه خودشون سیو کنن. حالا این واسه نسل زد توی ایران خیلی ملموسه. مثلا همه میخوان از ترندهای اینستاگرامی مثال واضحش خرید لبوبو استفاده کنن یا خوردن چای ماچا، همایش ها، ایونت ها شرکت کنن و فکر میکنن که اگر که نرن، استفاده نکنن از اون موقعیت عقب میمونن و از دستش میدن. در از هممون داریم کاری میکنیم که از هیچی عقب نمونیم و نتیجهش میشه اضطراب اجتماعی، احساس پوچی و بی‌ارزشی که من فرصت هامو دارم از دست میدم و هیچ نتیجه‌ای هم واسم نداره. خب حالا جومو چی میگه؟ میگه از زندگی خودت لذت ببر، اولویتاتو مشخص کن و فقط اون اولویتی رو که برات مهمه رو انتخاب کن و به بقیه چیزا نبگو. میخوای یه پروژه رو قبول نکن، چه اشکالی داره؟ میخوای یه مهمونی رو نری، خیلی راحت عذرخواهی کن و بگو نمیتونم بیام. اگه دیدی یه جایی داری فرصت رو از دست میدی، به خودت یادآوری کن که شاید این نگفتن باعث میشه تو یه فرصت بهتر، آرامش بیشتر و انرژی بهتری برای انجام کارهای دیگت به دست بیاری. تحقیقات روانشناسی نشون میده که وقتی انتخابامون رو توی زندگی محدود میکنیم، سطح رضایتمندی بالا میره و از خودمون بیشتر راضی ترین و آرامش بیشتری هم داریم. از نظر من جومو یعنی قدرت انتخاب، کنترل بر زندگی و آرامش بیشتر. آخرین باری که عمدن به چیزی نگفتی کی بوده و چه حسی داشتی؟ تجربت واسه ما الهام بخشه و یادت نره که تو تنها نیستی، ما اینجا کنارتیم. تا اپیزود بعدی مراقب خودت باش. یاد بگیر که از فرصت‌های واقعی لذت ببری، نه از هر چیزی که فقط ظاهرش جذابه.